سلام و صد درود برای بچه امید میوزیک 70. خوش اومده به یک ریاکشن دیگه. با هم دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ چی؟ لایک بریم دیگه. نمیخوای بفهمی؟ لایک سابسکرایب یه کامنت هم بچپونی زیر من راضیم. اوکی. اگه تو چی اینجوری نشستم باید بشینم. خب شما قشنگ منو ببینیم. آقا چه خبر؟ خوبین؟ سلامتین؟ چی کار میکنیم؟ آقا تو یوتیوب داشتیم میچرخیدیم دیگه، رسیدیم به آرتور عزیز که بیت جاودانگی زده برای زیر تون مانکید. آقا از همین الان صدام به داشت شما. دوست دارم آرتور جون. برو بریم. ما با همین امکانات کمم رو عرشیم. برو بریم. یاو میخوام بتری کنی ها با جمدو شت بوب نه اول سیگارم. واه الان گفتم ما با هم این تا وقتی اجرا کنم فستیوال الان تو راه یه میلیم ریچارد بیاد وست لندن داره هرچی چه بیتی داره. دمت گرم. میگه 88 اولین نخ سیگارم. دهنت سرویس. یادش بخیر. اجرا کنم فستیوال الان تو راه یه میلیم ریچارد بیاد وست لندن داره کار جالبه چون تو این موزیک آتور تو گوشم بود الان روبیته منحصر به فردم توییته از من پاپ تچ از شوخی زیاد نمیبینیم پست کنم توییتر بیا ببین داشه چی چوقیده پکام تو کلاسور بود نه تو کیسه الانم با کمر این پکام تو کلاسور بود نه یه دیگر خیلی خوب بود. ای دهنت سرویس. رفت بعد اول توییتر بیا ببین داشه چی چوقیده پکام تو کلاسور بود نه تو کیسه الانم بانکم انداختم سوئیسه خیلی خون سرد شدم چون سخت نیستم نگرانم اونقدر پول میره میاد مثل بومرنگ فاکتورا 6 فیگر زوم کرد منشن پول بعد کش بره بیاد مثل بومرنگ بزنید دوباره بیاد سونلند راریز سونلند گنگ شت میکوبه رو بورسم توی پیجه هم میکنم از سونلند 88 نخ اول سیگارم 20 شاری دل نوشتم رو بیتا با اعتبار بودم کل 90 و تو سکوت تکه میدادم به دیوار بچه الان گفتم ما با هم این تا وقتی اجرا کنم فستیوال الان تو راه یه میلیم ریچارد بیاد وست لندن داره همین حتی واسه شرایط سخت ما با همین بودم از اوایل من ما با همین هک شده نوار مرد ما با همین وای این ترکو که ترک پیش رو بود برام موقعی که داد یعنی تهران بهت بگم چی اینطوری ترکوند چی به سالهای ما رو بودی. دمت گرم. اینو میگن بیت، اینو میگن آرتیست خوب. بیاد وست لندن داره همین حتی واسه شرایط سخت ما با همین بودم از اوایل من ما با همین هک شده نوار مرد ما با همین دشمنم هم بام داد دست ما با همین واسه رفا خواب دیدم ما با همین دشمنمون بخار میشه ما با همین شرایط نداره فرقا تو جزیش کرد کنی سوارش کرد ما با همین شما بیای پیشواز رفیقم دیوونه است میکنه تو گیجگات 021 دریلشو عملی بلده پشت میزشه و روی صندلی پرنده آره هر سال یک دست تهرانم توی پارک بودم اصلا اسمش ورسویچ میکنه به مثلا به ورسای مثلا پیشرو و برام. خیلی باله دمت گرم. یه بار دیگه 021 دریلشو عملی بلده پشت میزشه و روی صندلی پرنده آره هر سال یک دست 100 قدم جلوتر تهرانم توی پارک بودم اون دور و بر ولی یه جا دیگه ثابت نمیشم یه دیوونگی اومدم نمیشم 88 نخ اول سیگارم 20 شاری دل نوشتم رو بیتا با اعتبار بودم کل 90 و تو سکوت تکه میدادم به دیوار الان گفتم ما با هم این تا وقتی اجرا کنم فستیوال الان تو راه یه میلیم ریچارد بیاد وست لندن داره همین حتی واسه شرایط سخت تو که ترک های میلیونی داری داشت اینم روش این 4 میلیون باید بخوره روی اسپاتیفای ببخش اسپاتیفای. ما با هم این تا وقتی اجرا کنم فستیوال الان تو راه یه میلیم ریچارد بیاد وست لندن داره همین حتی
خاطر باشه شرایط سخت ما با همیم بودم از اوایل ما با همیم پک شده نوار من ما با همیم دشمنم بام داد دست ما با همیم واسه رفا خواب دیدم ما با همیم دشمنمون بخار میشه ما با همیم شرایط نداره فرقا تو جزیش کرد کنی سوارش کرد ما با همیم ما با همیم خیلی خوب بود. ما رو به سالهای قبل بودی آقای زیرتون مانکیت. خیلی خوب بود اصلا. فلو بیت شعرت اصلا عروسک بود داشت. دمت گرم آقا. مرسی که تو اینجا ویدیو با ما اومدین. سابسکرایب لایک کامنت شیر فراموشتون نشو. خیلی دوستتون دارم و خداحافظ.